سالهای 1824 1825 از طرفی دوملو میر олим دانشمند ساخته شده و با نام دخترش بیبی اویم نامگذاری شده است. در این مدرسه 4 مدرس، 1 متولی، 1 صوفی، 2 امام، 1 پاسبان و 1 سرتراش فعالیت می‌نمودند. متاسفانه سالهای دوره شوروی از سال 1941 تا سال 1970 این مدرسه به محبسی گویم نابالغان تبدیل داده شده بود.